ایشون همینجور که واسطه بود گلای چینی رو تماشا میکرد، یک سری گلای چینی بود از همسرمان در دیوار رو تماشا میکرد و اینا قابا رو تماشا میکرد. من از پشت سر گرفتمش با یک پشت‌پا با صورت آمد پایین. با صورت آمد پایین و زانو چپم گذاشتم رو پشتش تا جایی که در توان داشتم گلوشو فشردم. بعد برگردوندمش سریعا رو سریش دور گردنش پیچیدم و گره‌های محکمی زدم. یک سری همون چون یکی اول بود و چادری نبود، مانتویی بود. اول قصدشم که توی باغچه حیاط چالش کنیم. بعد دیگه به ذهنم رسید که موکتی داشتیم توی انباری حیاط، اون رو آورد داخل موکت پیچیدم، گذاشتم سر که موتور بردمش به بیرون از شهر. Sixteen women were killed in the city of Mashhad in Iran between July 2000 and July 2001. Iranian press called the murders spider killings because the victims were drawn like flies into the murderer's web. All the women, except for one, had been previously incarcerated for prostitution or drug-related charges. In July 2001, Saeed Hanai, a 39-year-old building contractor, was arrested and confessed to the killings. Hanai said that he decided to kill the women after a taxi driver mistook his wife for a prostitute. The spider killer claimed that the murder of the prostitutes was in accordance with Islamic teachings of preventing vice and promoting virtue. Investigative journalist Roya Karimi had an exclusive interview with Hanai in Mashhad's Vakilabad prison. این اواخر که حدود 12 تا به قبل رسیدم یک مقدار بارندگی شد، واقعا فهمیدم که خدا مثلا عنایت شامل حال من شده. یعنی مثلا متوجه کار من هستش. من محل خوش سالی هم شده بود اینا، دیگه یک دو سال خوش سال داشتیم، با این بارندگی ها یک مقداری به من حساب چیز داد. این یک حالت انتقام بود که میگم تموم شده نبود. من یک روز تو همین انفرادی بودم، 80 تا دیگر حساب که منطقه هاشون زیر نظر داشتم، فقط دنبال موقعیت بودم، شمردم که اینا فقط می‌دونستم کجای محلشون کجا اینا. بعد که اینجا یک فرصت پیدا شد تونستم سرشماری کنم، دیدم که 80 تا دیگه زنان خیابونی در نظر داشتم که مثلا فقط می‌خواستم، نمیتونستم یه جوریم که مثلا به یک بهانه همسرم از منزل بیرون کنم اینا. فقط دنبال موقعیت مثلا فلان روز کجا یک مجلس روزه اینا که نمی‌خواستم برن دیگه، یک فرصت بود برم. ابتدا سعی میکنه مردهایی رو که در کنار خیابون مشتری زنان روسپی هستن رو باهاشون مبارزه بکنه و تمام اینها در واقع عقاید خود هناییه که زنی که کنار خیابون ایستاده بوده روسپی بوده، پس مردی که به اون مراجعه کرده مردی بوده که خریدار این کالا بوده. در واقع با اونها درگیر میشه، به جایی نمیرسه، مورد ضرب و شتم قرار میگیره، تصادف میکنه، پشت ماشین کشیده میشه، به قول خودش 30-40 هزار تومان پول بابت این ماجرا از دست میده و بعد جهتش رو عوض میکنه، سراغ آدم‌هایی میاد که اونقدر قدرتمند نیستن که بتونن باهاش درگیر بشن، اونقدر آدم‌های باهوشی نیستن که بتونن متوجه تله این آدم بشن و به دلیل اینکه در جامعه ما روسپیگری جرم محسوب میشه، این آدم‌ها به هیچ جا نمیتونن شکایت بکنن بابت آزاری که ببینن. در نتیجه در واقع به سراغ بی‌دفاع ترین قشر زنان میره هنایی. همه این نوع لباسشون حکایت از استضعاف شدید مالی داشت. از نظر بهداشتی هم که به هر حال بهداشت ضعیف جسمی داشتن، حتی بهداشت دهان و دندانشون که ما کنترل می‌کردیم فوق‌العاده ضعیف بود. بعداً دندان نداشتن، دندانشون ریخته بود و یک من نشون میداد که اینا هم فقر مالی دارن، هم فقر بهداشتی دارن، هم فقر فرهنگی هم غالبا خب در اینا هست. تا آدم خودش نبینه از نزدیک که فرق به داخل استخوان‌های وجودی مردم رسیده، نمیتونه اینو واقعا قضاوت کنه ببینه چه
مصیبتی است. Mashhad in the northeast of Iran, close to the Afghan border, is the holiest city in the country. The shrine of the 8th Imam, or the saint of Shiite Muslims, in the heart of the city attracts millions of visitors every year. Saeed Hanai grew up in a religious family in a working-class area of the city. In his prison diary, Hanai writes, "Since childhood, I've been blessed by God's love. I've had many accidents in my life, but God has always saved me from getting hurt. He watches over me and helps me in whatever I want to do." خودم پریشبا خواب دیدم یک قرآنای جزوه جلو منه و سعیدم نیست. اون نفری هم که داره حرف میزنه ندیدم. بعد دیدم که یک صدای میاد میگه با همین آیه های قرآن این سعید عمل کرده که اینا رو کشته. خدا میدونه، ما هیچ کدوم اهل دروغ و اینطور چیزا نیستیم. دیگه حالا نمیدونم اینا چی هست و چی میخواد بشه. خدا او آدم نکشته، فساد از بین برده. سعید به انسان، به بچه، به کسی کار نداره. او فساد ما خواست از بین ببره. نه این اگه انسانیت در اینا میدید نمیکشت. این صریحا به شما میگم، اینا یعنی بوی هم از انسانیت نبرده زن خراب. اینجوریه. نه سعید آدم کش نیست. فکر میکرد دیگه این خانه که تازه ساخته شده به دست امام خمینی دیگه از موش و سوسکوی برنامه ها دیگه معاف شده، دیگه پاکسازی شده کلا از فساد و فحشا و برنامه های طاغوت و شاهنشاه. ولی خب بعد از گذشت 20 سال دید نه بابا، وجود برنامه زیر سایه جمهوری اسلامی داره انجام میشه، پشت پرده هنوزم زیر چادر بعضی زنا کارا خودشون ادامه دادن. دیگه این زنی که خودش با خواسته خودش اومده بره پلوی یک مردی که اصلا نمیشناسه این مرد کی هست و چه کاره هست و اینا، فکر میکنم سزای این زنا مرگ، جز مرگ چیز دیگه ای نباشه. شما دخترتون چی کار میکردین اواخر؟ چه خبر؟ میدونستید چی کار میکنه؟ معمل درآمدش چیه؟ شغلش چیه؟ معمل درآمدش اینا این میگم که یک شوهر داشت، شوهرش هم با ما خویش بود، یعنی نوسه عموم بود. یک کوچیک بودم، تقریبا بود 10 سالش بود که رحمت ما را پای رو گرفتن و دادم بهشون. هم 10 ساله بود که بردنش دیگه، یعنی عروسش کردم. چون قوم خش بوده اینا گفتن ما بوری میره به دست پا خود ما ایره ما به اخلاق خود ما بر بیارم هر جور که دل ما مخواه. چند سال گذشت زن دیگه گرفت با 6 تا بچه دیگه. ای بیدی کم مالی میکرد، بی کم مالی میکرد و بی خرجی نمیداد و بوی 5-6 تا بچه. بعدی بدبخت دیگه چوها کنه 2 تا دختر، 3 تا دختر و 3 تا پسر. دخترتون چند سالش بود این زن گرفت؟ ایش 20 سالش بود. یعنی 10 سال بعد 4-5 یه زن سالش دیگه بود. گرفت. بله. میخوام خدمتتون عرض کنم که کلا با جرئت بگم که تا قبل از ازدواج با هیچ زنی صحبت نکردم. اصلا بله، هیچ زنی، هیچ دختری، با که ما حدوداً 14-15 تا شاگرد خیاطی هم داشتن، مادرمان رفت آمد داشتن و بعضی مواقع بچه‌های محلم خیلی سر به سر با ما گذاشتن اینا. بعد بهشون میگفتیم اینا بر حسب اعتماد ما، حالا ما یه نفر نبودیم، 6 تا داداش بودیم، اینا مادرشون دختراشون میرن منزل مادرمان برای خیاطی اینا. نه موردی نداشت که مثلا یه وقت ما دوستی داشته باشیم با کسی صحبت، اصلا خیلی شرمم میومد، خجالت میکشیدم مثلا با زن یا دختری که صحبت بکنیم. خودم که بله تا کوچیک بودن میگن هنوز رد ناخنجلای شما تو تنونه از یادمون نمیره. ولی خب وقتی که دیگه یکم بزرگتر شده بودن میگفتم که میزنمتون، همین سعیدمون کرد، همه شیطون تر بود، میگفت مامان دیگه حالا دندونات آریه شده نمیتونی ما رو بزنی، با دندونات گازمون بگیری.
چی شد که با خانمتون آشنا شدید؟ خانم همونجور که خدمت من منطقه بودم، جبهه بودم، یک سری رفتم آموزشی. بعد از آموزشی 10 روز مرخصی اومدم، رفتم حرم امام رضا. گفتم آقای امام رضا ما بریم جبهه، یا برمیگردیم یا نمیگردیم، ولی اگه برگشتیم از تو یک زنی میخوام. این تصویر خانم در حضورم مشاهده شد. تقریبا شما وقتی مثلا میرید بازار به عنوان خرید یک لباس، یک ماشین، اینا یک تصورات دارید، مثلا چه رنگ باشه، ماشین چه نوع باشه، اینا این کاملا ظاهر شد زمانی که منطقه بودم. داداش بزرگ من منزل پدر خانومم بندگی میکردن. بعد وقتی برگشتم من خیلی علاقه داشتم به ماشین موتور، یک مبلغ 100,000 تومان داشتم، می‌خواستم موتور بخرم. بعد داداشم اینا گفتن شما اگه موتور بزرگ بخری سالم نمیمونی. خلاصه برنامه چیندن و ما کلا می‌خواستم خدمت عرض کنم که زمانی که تصمیم گرفتم برای ازدواج تا زمان ازدواج کنم یه هفته بیشتر طول نکشید. بعد زمانی که رفتم منزل پدر خانومم، همزمان که همسر ما وارد شد با سینی چایی، فقط او صحنه مشاهده شد. فقط خدا رو شکر کردم که ممنوندار خودم هستم که از اون بهتر که می‌خواستم نصیبم شد. الانم که میبینمش مثل همون موقعیه که باهاش زندگی میکردم. حالا مردم میگن که تو مثلا چی جور اگر آزاد بشه چی جور بعد میخوای زندگی کنی باهش. میگم من مثلا از اولی که زندگی کردم هیچ برخورد بدی ندیدم که نتونم. چرا اگه برخورد بدی میدیدم، چرا اگه یک دست مثلا یک دفعه دست بالای من دراز کرده بود یا مثلا یک کار خلافی ازش سر میزد، ممکن بود بگم مثلا چی جو دیگه باید زندگی کنم. ولی اصلا هیچ ترسی ندارم که مثلا این کسی رو کشته، یعنی فقط به فکر آزادیشم، هیچ چیز دیگه ای ندارم. وقتی که خدمت شما هست دنبال این مسئله بودم، اول که در کمین بودم خاطر جمع میشدم، بعد که سوار میشدم قبل از اینکه ترمز بزنم سریعا اول صحبت هایی که میشد حالا میتونم بگم خدمتتون. اول صحبت میگفت که جا داری، بعد از اینکه میگفتم که بله جا هست، بعد صحبت مبلغ میشد، بعدم سوار میشد. بعدم تو راه خیلی صحبت میگفتم که شما بالاخره تا کی میخواید ادامه بدید. گفت دیگه ما کارمون همیه دیگه، باید یک جوری بتونیم مسئله اعتیادمون حل بشه. یعنی همه اونها خاطر کسب درآمد برای اعتیادشون. اونجور که من به اصولت شناختم نداشتم، ولی از این 16 نفر 14 نفرشون احتیاط داشتن، 2-3 نفرشون همراهشون مواد بود که تو کار خرید فروش هم بودن، تو کار خودفروشی هم بودن. اینا دیگه باور کنین خودم که زنم خدا میدونه وقتی که این دخترها میبینن پای تلفن‌های همگانی که برای رفاهیت مردم رفتن واسطادن دارن با یک جوونی وعده وجود میذارن، خدا میدونه به قدر خشم بالا میاد که اگر از این اجتماع نمیترسیدم میرفتم موهای سر همون دختر میگرفتم تیکه تیکش میکردم. خودم هم این اخلاق دارم. اینم به کسایی که دارن الان فیلم میبینن بگم که اگه مسئولین مراجعه کردن به زنا رسیدگی کردن به کارشان که فوا، اگه نکردن باز سیدنیای دیگه هستن، باز در عرض سال چند نفر پیدا میشن که همینجور کاری رو انجام بدن. و واقعا توی مدت 10-20 نفر به خودم پیشنهاد دادن، گفتن بیا کار بابات ادامه بدم. گفتم باز حالا تکلیف بابام چی میشه. In Iran, prostitution is illegal, and prostitutes can be executed or even stoned to death if they are married. Still, prostitutes can be seen in most cities around the country. Mashhad is a major tourist destination which is situated on the drug route from Afghanistan, destined for Europe and North America. There are no official statistics about prostitution in Iran, but after Hanai's arrest, Mashhad's police announced that they know 5,000 prostitutes working in the city. It is also estimated that the average time for a prostitute to find a client on the street is between 3 to 5 minutes. Mahasti is an 18-year-old woman who was married at the age of 10. She has been forced to work as a prostitute for the past 5 years by her husband, who is a heroin addict. اگه نمیتونی بری خودم میام. من اصلا روم نمیشد. آرایش غلیظ بکن، آرایش غلیظ بکن. یه دونه کت تا اینجا چرمی میپوشتم با شلوارش. موام موقع بلند بود تا اینجا بود. اون پشتشو باز میذاشتم پریشون. میگفت بیا برو، زنار دیدی زیر پل همین خرابا رو. گفتم خب. میگفت برو اونجا برسه اونا بخن ببین اونا چیکار میکنن. 1-2 بار اومد من سوار کرد
ماشین برد. اسم پیاده شدم رفتم دم خونه مادر بزرگم. گفتم ماما امیر اینطوری میگه، 40 تومن گرفتم بردم دادم. فهمید که ماما بزرگم بهم داده. من رفتم به خانوادم گفتم، چاقو گرفت به پای من و به دست من. اینم هست. منو میبست به کاب. یک میزد منو. مجبور بودم یا نباید میرفتم خونه، یا اگه میرفتم باید به دست پر میرفتم. بعد دیگه یاد گرفتم. منو رو برد معرفی کرد به خونه خانم رئیس. من اونجا بودم. مهستی دختر 18 ساله‌ای بود که شما وقتی ظاهرش رو نگاه می‌کردید فکر می‌کردید با یک آدم مرفه خوشبخت روبرو هستید، در صورتی که در واقع زن روسپی بود که به فجیع‌ترین شکلی در طول زندگیش مورد آزار قرار گرفته بود. چشم‌های مهستی یکی از زیباترین چشم‌هایی بود که میشد دید و بدنش یکی از فجیع‌ترین بدن‌هایی که میشد دید. 2 استخوان پاش و دستش توسط پدرش شکسته شده. 2 ضربه بسیار بد روی دستهاشه که اینها توسط شوهرش زده شده به وسیله چاقو. بدن مهستی پر از ضربه‌هاییه که خودش به وسیله تیغ یا حتی کارت‌های بسیار کند به بدنش وارد کرده و این باعث شده که هیچ زیبایی در بدن این دختر بسیار زیبا و جوان باقی نمونه. این اواخر یه جور بود که شبی که کسی نمیکشم خواب نمیبرد، مثل معتادا، یک حالت احتیاط داشتم اینا. و شاید مثلا در این بینم 100 بار با خودم گفتم دیگه بس، حالا که لور نرفتی. یا مثلا بعضی مواقع یک دفعه اتفاق افتاد که به فکر زن بشم افتادم. اینا گفتم بابا حالا مثلا تو یک آدمی که در ضمن نگفته نمونه که هفته یک بار من دور زندان دور میزدم با موتور. با خودم گفتم مثلا کی بشه مثلا دستگیر بشه اینا. الان هیچ احساس ناراحتی یا گناه میکنید؟ الان که فکر میکنم که عملی انجام نمیدم، کاری انجام نشده. اگه یه وقتم فکر بشم، فکر زن بشم مثلا اصلا با اینکه خودم همه چی اعتراف کنم فکر نمیکنم. الان تنها چیزی که قبلا نفرت داشتم به اسم نام قاتل، الانم خیلی احترام میدم. حالا مثلا از کسی نشفتم که به من میگه قاتل، ولی مثلا روزنامه مثل قاتل زن خیابونی اصلا پشتم به هم رزنگ. مثلا چرا اسم منو گفتن قاتل؟ باید به شما رو چی خطاب کنن؟ دوستان چی شما رو خطاب کنن؟ یک سری آمدن اونجا محلی که هستیم، همه میگن اقدام علیه امنیت. ما هم گفتیم اقدام علیه زنان خیابانی. گفتم مثلا جرم چیه؟ گفتم اقدام علیه زنان خیابانی بیارد. دوست مثلا قاتل زنان خیابانی فراد. Saeed Hanai went to the front as a volunteer during the Iran-Iraq war in the 1980s. His diary is full of colorful descriptions of killing enemy soldiers and graphic details of burying dead bodies. After his arrest, Hanai said that killing the 16 women was a continuation of the war effort, as he was fighting against those who corrupt the earth. خودش رو که تعریف میکرد توی چند باری که توی دادگاه دیدمش، میگفت ولی وقتی که اینا رو میدیدم فکر میکردم که روی پشت یکی از رزمندهایی که هم سنگرم بوده شهید شده وایسادن. فکر میکردم پاشو گذاشته رو گلوش داره خفش میکنه شهیده. همه اون شهیدا میامدن به نظرم. اینجور موضوعی که میدیدم اصلا اینجور نانی دست بر نمیداشت از این تا موقعی که یکی از اینا رو نابود میکردم. In his prison diary, Hanai says that the end of Iran-Iraq war in 1988 was the start of deviating from the principles which should be respected in a Muslim society. He writes, after the war, the Islamic Republic changed. Little by little, we saw women's hair coming out of the front of their scarves, and then their hair came out from the back of their scarves. It was as if they intentionally tried to mock the Prophet and the martyrs, and no one could tell these women anything. I noticed that the situation was grave, so I decided to do something.
این هیچ انتسابی نداره با جبهه. ما جبهه‌روای مخلص رو داریم که واقعا خالصانه به نظام خدمت میکنن و اصلا کسی که جبهه رفته این حس تو زندگی در حکومت ولایت فقیه درش هست که باید همه چیز در چارچوب قانون باشه. قانون گریز نیست، جبهه رو قانون گراست. اصلا نمیتونه این قانون گریزی آقای حنایی اون جستشو یا اون حرفاشو توجیه کنه. یک آدمی بودم که اگه از خونه میرفتم بیرون، وقتی میومدم تو چیزی جابجا میشد میفهمیدم، میگفتم چرا این مثلا وسایل جابجا شده یا این چی آورده اینا. ولی 1 سال اصلا نمیدونم کار کسی دیگه در اصلا نمیدونم، اصلا باورم نمیشد. شبی که فهمیدم میگفتم دروغه، اصلا تو خونه ما کسی نیامده، چون هیچی به هم نریخته بود، هیچی نه عوض شده بود، نه اخلاق خودش عوض شده بود که مثلا آدم شکی بکنه چیزی باشه. و من وقتی اینا رو ما بردم مثلا ساعت 5 و 6 هم بود، جنازه رو تا بعد از اذان مغرب نگه می‌داشتم که هوا تاریکی بتونم یک جایی اینا رو رها کنم. نمی‌ترسید کسی تو این فاصله بیاد خونه؟ نه، خاطر جمع بودم، چون که قرار بود شب خودم برم دنبال بچه‌ها. یعنی اصلا امکان نداشت که شما به خانمتون بگید مثلا خونه پدرشون بمونن و ایشون خودشون مسئله پیش بیاد و برگردن؟ نه، چون هم راه دور بود، هم چیزایی که می‌خواست مثلا لوازم رخت و لباس چیزی بود برام داشت، نیاز نبود که برگرده، راش فاصله‌اش دور بود اینا. بعد بهشون گفتم که شب که از سر کار میام خونه، میام ماشینی برام می‌دارم میام دنبال شما. اونجور که خودش تعریف میکرده و برای بازسازی آورده بودنش یک سری خانه. خانم وقتی که وارد خانه ما شده سریعا بابام درم بسته و قفل میکرده که این دفعه راه فرار نداشته باشه. قفل کرده، کلید برمی داشته، پولی میداده به اون خانم. اون خانم هم میامده احتمالاً اینجا وای میستاده، در این محل اینجا وای میستاده و شروع میکرده پول شمردن. یا از اون اتاق از پشت سر سریع با دستاش میامده از پشت گلو میگرفته و منداختش رو زمین. رو زمین که قرار میگرفته مثلا باشه، رو زمین که بوده دیگه تقریبا حس ازش گرفته بوده و چون اکثر اینا اعتیاد هم داشتن زیاد زوری نداشته. در این حالت وقتی که پاش میذاشته روی گلوی ایسنا دست میگرفته رو صورتشو سریع کارشون تموم میکرده. کلا توی مدت کمتر از نیم ساعت طول میکشیده. بعد توی نیم ساعتی که می آورده تو خانه تقریبا 1 ساعت 1 ساعت و نیم دیگه هم طول میکشه که جنازه میزه. کلا 2 ساعت مهلت داشته که یک مفسد فلرد توی جامعه نیست کنه. وقتی مامانم میرفت زود میامد، خود فیلم میخرم. بعد از همونجا ترجمه از همونجا رفتش ساعت 5 بود از خونه حل کرد و زنگ زد من گفتش سهر من دارم میام. من دارم دواسته نیمو گفتی الان مامان میاد، الان از همون از سر کار اومد. بعد از چند دقیقه دارم نمید ساعت 9 شد نمید. بعد از 5 شب نمیاد. رفتیم هرچی دنبالش گشتیم، خونه همسایه، خونه آبجیاش، هرچی گشتیم دیگه نبود، پیداش نکرد. زنگ زدم من رفته بودم نوته ببینم دنبال مامانه، چون وقت مامانم میخواد تهیه بیه اونجا میره. من رفتم اونجا. اینا مامانت کجا میره تهیه میگه؟ نوته. بعد من رفتم اونجا ببینم کیات اینا مامانم شد، چون همش خودم برفتم. بعد دیدم 200 دستم بود، هی زنگ بزن که ببینم اینا آمده خونه یا نه. رفتیم دستشون دنبال جنازه‌شون میگشتیم، رفتیم به اشتزا.
بعد رفتیم تو سرسخونه، خالم و علیم رفتن تو سرسخونه، زن اونجا بعد پیداش کرد، شستن شد دیگه خاکش کرد. یک نفس عمیق بود و خاطر جمع میشدم دیگه هیچ. از چی بعد آروم میشدم دیگه. زمانی که روی سری بسته بودم دیگه بعداً دیگه برام تجربه شده بود که دیگه واقعا اینا جون دادن اینا. فقط به غیر از یکی 16می. یکی 16می نمیشه چطور شد که به هر حال با او برنامه بازم همینجور گفتم که پشت در حیات بود. رفتم تا سر کوچه برگشتم دیدم داره نفس میکشه. که ازم رو چادر رو گردنش ایستادم دیگه 2 دقیقه 20 دقیقه. آره. بعد 20 دقیقه شد و گذاشتم شقه ماشین بردمش. یکی 16می بود. خیلی هم معتاد، خیلی هم خراب بود. اتفاقا شوهرش از این زندانیا هستش که حالا میگن که همون نفر برای شوهرش مواد میوره داخل زندان، کاسبیشی بوده که فروش میده. آقای گفتیم وقتی نفس آخر رو میکشیدن خاطر جمع میشدید، از چی خاطرتون جمع میشد؟ خاطر جمع اونه که دیگه عکس العمل نداره، مثلا که برگرده فلان اینا. خب اگه برمیگرد چه اتفاقی میفته؟ باز مجددا رو گردنش میایستادم. خب دیگه بر نمیگردونش به پشت، دیگه به همین جور که به رو صورت بر نمیگردم، به پشت بود رو گردنش وای میسیدم که دیگه کاملا خاطر جمع. معذرت من یه سوال دارم. شما یه جوری تعریف میکنی انگار مثلا مرغ و گوسفند رو کشته. نه میگم چه فرقی شما بین این زنا و مرغ و گوسفند اینا؟ اصلا هیچ برام اهمیتی نداشت که یک مثلا آدمی یا مثلا چیزی. میگم که اگه حیوان بود بیشتر دلم میسوخت. نشه میکردم صبح تا ساعت 8 و 9 صبح خواب بودم. 8 و 9 باز میزدم بیرون، میرفتم خونه پسرا، به من میگفتن آمار فراره، یعنی فراریه. آمار فراره یعنی دختر فراره. منو میبردن یهو میدی ایلی باید چیز میکردم. 10 نفر بودن، 20 نفر بودن. اگر به یکیشون اخم تخم کنیم بیرونمون میکردم. مریض شده بودم. میدونی ایدز چیه؟ نه میگم 5 سال دیگه ایدز میگیره. 5 سال دیگه میفهمه اون چیه. بعد یک شبم که برگشتم جنازه 13می بود، می‌خواستم ببینم که مثل تعدادی از جنازه‌ها بعد از من کشف شده نه. ساعت 11 شب که برگشتم توی محل، بی همسرم گفت اینجا چیکار دیگه بودیم؟ یک نفر یک ماشین داره میخوام معامله کنیم. گفت ساعت 11 شب بودم، فقط میخوام ببینم ماشینش نفروخته. اینا تو ماشین بودن، من رفتم دیدم نه جنازه هنوز هستش. بعد صبح با ساعت 6 بالا سر جنازه بودیم. چرا برمیگشتیم بالا سر جنازه؟ ما خواستیم یک خدمت شما اکثرا که تو جمع بودن برخورد مردم ما خواستیم چجوره. خیلی ها تحسین میکردن، حتی خود مامورین گفتن دستش درد نکنه کسانی که مثلا این دارن از بین میبرن. نه واقعا حقش نه، همون باعث تشویق من میشد. براتون خیلی مهم بود که مردم در موردتون چی فکر کنن؟ خیلی. و یکی هم که من سند دیگه نداشتم، جایی نمیتونستم مثلا عنوان کنم، هیچ کس به غیر از اون خبر نداشت. بعضی مواقع که خیلی فشار روی من بود، تو خانه که تنها بودم این مسائل من یادداشت نوشتم، باز آتیش می‌زدم فقط به خاطر که مثلا فکر تخلیه کنم اینا. اولین این زن‌هایی که من رفته بودم ایشون آمده بود و بعدها که برای خود من تعریف میکرد یادم آمد که بله من در صحنه ایشون رو دیدم و باهاش صحبت کردم. او از وضع ناامنی او منطقه خیلی ناراحت بود، نگران بود. میگفت این منطقه امنیت نداره و میگفت من چون زیاد حرف زدم شما به من گفتید که ممکنه تو رو به عنوان قاتل بگیرم. من میگه یک لحظه احساس کردم نکنه شما فهمیدید یا از من آثار علائمی خلاصی متوجه شدید که من قاتلم، ولی که اولین جلسه بود. On July 27, 2001, Saeed Hanai was arrested. Although the police did not reveal the details of the operation which led to Hanai's arrest, they admitted that they had hired a number of prostitutes to catch the spider killer. After Hanai's arrest, the reformist press asked for a swift punishment of the killer, but the hardliners exonerated him and blamed the government for creating an environment in which moral corruption can flourish. As pictures of Hanai showed him proudly posing with the police and joking with reporters, a conservative newspaper asked, "Who is to be judged? Those who look to eradicate the sickness, or those who stand at the root of the corruption?"
خونه خالم بودم، همسایه‌ام گفتن اینا زنای خرابی بودم. بعد دیگه نمیشه جلوش بگم اینا خوب بودم. بعد اون موقع به حالتی به دست دیگه خستم. حالا من شنیدم که تو میخوای بزرگ شدی خبرنگار بشی. دلیلش چیه؟ کتاب خفاش شب خوندم، بعد به یه حالت دست بود که خبرنگار بشم. هرچی پرونده ورقه روزنامه از همه جمع کردم یک دفتر کتاب درست کنم، بعد به همه مردم نشون بدم که مامان من یا زن دیگه بیگناه بودن که آقا الکی کشته. پس همونجا دیگه گفتم خبرنگار بشم. سعید حنایی رو دفعه اول دیدی چه احساسی داشتی؟ دوست داشتم بکشاشم شد. چجوری بکشش؟ با دستم همون جایی که مامانم کشته. اول که یک احساس بچگانه و اون دست خیلی ناراحت و حالت غمگین رفتم نمی گوشه. بعد وقتی که با خودم فکر کردم واقعا کار که کرده کار یک مرد بزرگی بوده. یعنی نظیر او رو مثلا میشه مثال بود از محمود کاوه، یا مثلا مثال برده که از حسین فهمیده که نارنجک با خودش فدای چیز کرده. یعنی تقریبا مخواسته خودش فدای این مملکت بکنه که پس بعد مثلا خودم بزرگ شدم به آتش یک از زنان نسوزم، آتش یک فرد فاسدی نسوزم. Before Hanai's arrest, official reports indicated that the serial killer had no sexual contact with his victims, and that there were no signs that the women had sex with the same man. But within a few weeks after his arrest, Hanai was charged with having improper relationships with his victims before strangling them. In his diary, Hanai claims that intelligence officers put him under psychological torture to confess to adultery. He writes, "Many of my compatriots supported me, so the officials accused me of this in order to distract people from the real issue." The official attitude to the Spider killings indicated that Hanai would be found guilty by the criminal court. But his brothers insisted on his innocence and took around a petition to Hanai's former employers in a shopping center which was partially built by him. سلام علیکم. سلام علیکم. شما از آقای سعید حنایی چی یادتون میاد؟ بسیار پسر خوبی بود، با ما کار میکرد، اینجا زیرزمین ما هم کنده، خیلی آدم بسیار خوبی هم بود، مشکلی نداشتم ما بشه. موقعی که شما فهمیدید که این قتلای عنکبوتی رو انجام دادن چی فکر کردید؟ خب ببینید ایشون یه غریزه تو خودش بوده که مثلا میگم یک مشکلی رو از جامعه ریشه‌کن کنه. خب ایشون این از لحاظ وجدانی در عذاب بوده که کاری کرده. در این حال فکر نمی‌کنم باید خلاصه کاری بوده که خودش نباید میکرده، ولی باید با مامورین و اینا هماهنگ میکرده، ولی خب پسر بدی نبود. الان هم کار بدی به نظر من نکرده، چون که می‌خواسته یک هشداری بده که این عامل فساد ریشه کن بشه. اینا پر بوده ها، ساختمون سر جاش بوده خالی کرده. آها زیر بله معمارا تشخیص میدن. بله باور مثل سردارای تو بالا جبهه کاسبی میکردن، خودشون از زیر ذره ذره خالی کردن و دیوار رو بعد سنگ و خب آقایون هم راضی هستند. از نظر که زحمت کش بوده، یعنی ذاتاً آدم بدی نبوده. رو غریزه به حساب خودش اسلامیش رو غریزه پاکیش خواسته اینا رو جمع کنه. خب نادونم بوده در ضمن که مریضی هم داشته. نه میدونم، من خودم وقتی اینجا این کار میکرد با خودم باش بودم قسمت داره. این تا خودش زیر نمیومدش از جواد نمیکرد بیاد دیگه. این سردارای تو جبهه اول خودش میومد، بعد کارگرا جواد میکرد میان کمکش کنن. اگه غیر از بود هیچ کس نمیاد پایین. نظر خودتون راجع به این قتلایی که انجام میداده به قول خودش زنای خیابون رو از بین می‌برده چیه؟ بعد یه وقتی انسان اشتباه میکنه دیگه، اشتباه کرده دیگه. با ما دین ما هم چه اجازه هم چه کاری نمیده. از اول دنیا هم همین عاشق کاسب بوده. نظر شخصی من اینه، این که مطالعاتی که من کردم از اول دنیا همین بوده و حالا این تعصب زیادی داشته این کار کرده، یا اون برخوردی که اون راننده با خانمش داشته مثلا باعث شده که گفته شاید بتونم نسل اینا رو از رو کره زمین بردارم و خب اشتباه کرده دیگه. حالا این چیزیه که باید هر کسی
تمام این گناهکارای اشتباه میکنن گاهی. حالا این اشتباهش در این حد بوده. فکر می‌کنید حکم اعدام حقشه یا نه؟ بله واقعا. ما مثلا روز اول که این جریان برامون پیش اومد گفتیم دیگه ما تو جامعه چی جو سر بلند کنیم. همین پسرم مثلا میگفتش که شب اول خیلی اصلا مثل یک مرده متحرک شده بود. از فردا که مثلا رفته تا مثلا 2 روزم توی بازار اینا نمیرم، از روز شنبهش که رفت تو بازار ظهر که اومد خونه دیدم مثلا روحیش خیلی عوض شده و شاد و خوشحال و مامان هر کی منو میبینه میگه سرت بالا بگیر و پدرت کار خوبی کرده و خودمونم هر کی میدید میگفته که کار بدی نکرده. یعنی مثلا یکی رو بکشه یک قتل انجام بده خیلی مثلا سرکنفتی داره، ولی یکی 16 تا قتل میگفتن انجام داده هیچ کس هیچ وقت نمیگفته که این کار بدی کرده، همه میگفتن سرتون بلند بگیره. بابا از آقا از وضعیت سید با مردم ببینه چی رو رسال بکنه. گوشی بیا آقای مسعود بیا الان سلام در خدمت. نظر شما راجع به سعید هنایی چیه؟ والا از نظر قانون شکنی که خواستیم حساب بکنیم که خب غیر قانونیه کارش، ولی خب فکر می‌کنم خورده حالت کارش برای که واقعا مردم فساد جمع شده بود. واقعا بعضی اصلا مترسیدن، فکر می‌کنم بعضی اصلا نظرش یک کار خیلی عالیه کرده. نظر خود شما چیه؟ کارش بد نبود دیگه، مگه همین ادامه مدت خوب بود. راضی نبودم که او بیاد زن بچه خودش رو اسیر کنه به خاطر این کثافت‌ها. مگر شهر صاحب نداره برن جمعشون کنن؟ لابد اونا دوست دارن که اینجوری باشه که محله میکنن، یا امکانش نداره. ما راضی نبودیم این زن جوون خودش رو 2 تا دختر جوونش رو بذاره بیا به خاطر اینا. یک خواهر داره که شب و روز داره بچه شیر میده اشک میریزه، خدا میدونه این بچه‌ش اگر مریض نشه خوبه، خودش مریض نشه خوبه. نه خودتون اگه می‌خواستید حکم بر یکی صادر کنید که این کارو کرده، خودتون حکم اعدام صادر می‌کردید یا حبس ابد یا 20 سال 15 سال؟ اون چی که دستور شرع مقدس اسلام گفته من همون کارو کردم. یعنی چون ما مسلمون هستیم کار به شرق و غرب نداریم، بالاخره ما طبق دستور اسلام باشیم. حالا به نظر شما دستور اسلام حکم اعدام برای میداده یعنی؟ قصاص. برخورد هنایی در دادگاه غیر قابل پیش بینی بود. یعنی من خودم به عنوان آدمی که از ابتدای مطرح شدن علنی قتل ها اون رو پیگیری می‌کردم تا زمانی که هنایی بازداشت شد و اعترافاتی که کرد، مصاحبه هایی که باهاش انجام شده بود، تا زمانی که هنایی رو برای اولین بار توی دادگاه دیدم اصلا فکر نمی‌کردم با چنین موجودی روبرو بشم. مردی بسیار قدرتمند با اعتماد به نفس بسیار عالی که در برخورد با خانواده‌اش به نظر می‌رسید که از یه سفر برگشته و داره با اونها ملاقات میکنه، سفری که میتونه حتی سفر افتخارآمیزی هم باشه. یه جوری ورودش به دادگاه منو یاد حجاجی مینداخت که از حج برگشتن و خیلی با افتخار به خانواده نگاه میکنن که حالا ما تونستیم تجربه‌ای رو داشته باشیم به دلیل شأن مذهبیمون و شأن اجتماعیمون که شماها ندارید. According to Iran's Islamic Penal Code, certain sins punishable by death render the sinner a waste of blood. There are no clear definitions for such sins in the law, and it is left to religious scholars to decide who is a waste of blood. During his trial, Hanai insisted that each of the women whom he murdered was a waste of blood and deserved to die. As families of the victims looked on, Hanai said that it was his religious duty to cleanse society of corrupt elements. من فکر میکنم بخشی از بار این مسئله بر دوش کسانیه که مواد قانونی رو به گونه‌ای مبهم تدوین کردن
طوری که به راحتی میشه ازش سوء استفاده کرد. اگر در مواد قانونی ما معنای محدودالدم، یعنی کسی که شرعاً مستحق قتله، به طور واضح عنوان شده بود، مطمئناً هر کسی به خودش اجازه نمیداد که این زنها رو زنان محدودالدمی بدونه، صرفاً به دلیل اینکه برای کسب درآمد داشتن تنها کاری رو که میتونستن انجام میدادن. Throughout the trial, Hujjatul Islam Mansouri dismissed Hanai's claims of acting on religious duty. He found Hanai guilty of first-degree murder and sentenced him to death. ما در فقهمون همه اینا رو به صورت مفصل و مشروع بحث شده، گرچه که ممکنه در قانون یا کتاب فقهی نیست که ما بیان همه چیز قانون و مسائل گفته باشیم. یعنی اون باید تشخیصش درست باشه، واقعا اون معنای محدودالدم رو بفهم، شرایط محدودالدم رو بدونه. فکر میکنه این با این شرایط محدودالدم بوده، حالا اشتباهی کشتش، اون محدودالدم نبود. اون منظور ماده اینه. منم عرض نمی‌کنم که حتما محدودالدم رو باید فقها تشخیص بدن یا قضات این تشخیص بدن، نه سایرین میتونن تشخیص بدن، اما تعریف داره محدودالدم. چی محدودالدمه؟ با چه شرایطی محدودالدم؟ هر کس که نمیتونه تو خیابون بیاد بگه به تشخیص من این آقا محدودالدم بود. این تشخیص نه، این تشخیص اعتباری نداره. موقعی که حکم شنیدین چه احساسی داشتین؟ والا خودم زمان دستگیری، یعنی قبلا گفتم که امروز دستگیر فردا اعدام، و توجه ندارم، نه اصلا دادنامه رو باور کنید نخوندم، بچه‌ها دوستام خواندن، بعدم ردش کردم طرف خانواده‌ام، گفتم ما که برام بندش نیستم، کار یکی دوتا نیستش که خواسته باشم التماس کنم یا مثلا چیز بکنم دیگه، حالا هر چی که بخوان هر جور که مقامات، ولی خب دوست دارم که این مقداری توجه داشته باشن از نظر افکاری و از نظر مثلا بعضی مواقع هستش که بعضی مسائل تو دانشگاه عنوان میشه، علت‌ها بیشتر دلم می‌خواد که مسئله علتش ببینیم. مثلا به عنوان مثلا میخوام بگم مثلا من میان در ملأ عام اعدام میکنن، من یک نفرم دیگه، شما نگاه کنید یک استرخ ماهی، یک ماهی ازش کم کنید یا یک ماهی بهش اضافه کنید، یک استرخ تو 60 میلیون ماهی بشه، فرقی نمیکنه، مسئله که آب استرخ مسموم نشه. نه دفعه اول تو کانون 3 ماه بودم، 3 روز بیشتر نکشیدم، جریمم که 70,000 تومان با اومد ریخ. دفعه دوم 7 ماه، دفعه سوم باز یه 2 ماه کشیدم، دفعه چهارمم یه 2 ماه کشیدم. بعدا شلاق آزاد 180 تا شلاق خوردم، اون دفعه 300 تا خوردم، بعد دیگه هیچی دیگه آزاد شد. بعد از اینکه 300 تا شلاق خوردی به این فکر نکردی که شاید بار دیگه هم شلاق بخوری و اینقدر درد بکشی؟ میدونستم بازم میگیرم. درد نداشت شلاقا؟ این سری هم دفعه اول. اون سری اول درد داشت چون اولین بارم بود میخوردم زیاد، ولی این سری نه، این سری درد نداشت چون خورده بودم پوستم کلوف شده بود، دیگه درد نداشت. از کجا میدونستی که یه بار دیگه میگیرنت، یه بار دیگه شلاق میخوری؟ همین تو حس شیشم، الانم میگم میگیرم، حکم اعدامم روم هست. ما اشتباه کردم و بد کاری هم کردم، زمانی که ما ایره دادم به ای، خدا بیامرزه انبات شما را، خدا بیامرزه مادرش گفت که عبدالی، گفتم بله، گفت دختر طبیعی نده، گفت اینا زنجمکون نیستن. مادر شوهرش؟ مادر خودش، مادر خود همین زن اولین. آها زن اولیتون مادرش گفت که تو دخترت نده بی، اینا زنجمکون نیستن، چون این قوم خشت بوده، میامد مرا خوب بودن، بالاخره بد نبودن. گفتم خب ای که ما درآمد بزیر رقم، پول داری، سر حیات، همه چیز داره، خب ما چرا مثلا بی ندم؟ ما اشتباه کردیم، اشتباه از خودم بود. بعد موقعی که مامانم بارش اومدیم خونه خالم، اگه به خودی خالم نبود دیگه ما تو خیابون ولو بده. الان خالم این خونه رو کرایه کردم، الان هیچ وسایلی هم نداره، داداشم کار میکنه، بخارش در میاد که یه چیز بخره. داداشت کجا کار میکنه؟ نظافتچیه. نظافتچی کجاست؟ یخچال سازیه، تو یخچال سازی. تو خودت فکر میکنی که بتونی تحصیل کنی با وضع مالی؟ داداشم
بله. داداشت کار میکنه که شما بتونید تحصیل کنید؟ بله. ما هر جور باشه تحصیل ادامه میده. دوست داری بزرگشی چی کاره بشی گفتی؟ نقاش. نقاشی چی؟ هر چی شد که بالاخره آدم باید دستش تو جیب خودش بره. گفتی که دوست داری عکس سعید تنهایی رو بکشی برام بعد؟ آره. برای چی؟ خب بنابراین که مامانم کشته او که بیگناه بود. مامانت بیگناه بود؟ آره. خب چرا دوست داری عکس سعید تنهایی رو بکشی؟ برای که همه بفهمن که مامانم بیگناه بوده چرا کشته. عکس سعید تنهایی رو تو چه حالتی میخوای بکشی؟ باید دست بهم زده. موقعی که ما آمدیم پشت برنگو مخندید، حالا ما مخندیم اینو چیز کنه گریه کنه. ما گریه میکردیم اون مخندید، ما حالا مخندیم و گریه کنه. خواهد به پشت دار دیگه. یعنی پیش خودش یه تصور میکنه که اینا گناهکار بودن و باید کشته میشدن. حالا از نظر قانونیش اینا نمیدونسته که لابد مثلا کسی که اینا رو بکشه مثلا باید از طرف قانون باشه، باید حکم داشته باشه دیگه. اینجور چیزا رو فکر میکنم که نمیدونست. حالا شما فکر کنید که چی بشه؟ دیگه والا نمیدونم. ما که به خدا توکل کردیم که اگه راهش خوب بوده، کارش درست بوده، خدایم کمکش کنه. اگرم درست نبوده که مثلا گناه کرده، خدایم ببخشش. اگه واقعا حاضر باشن که خون بابا ما پایمال بشه ولی خب یه جور چیزای جمع نشه، مجبور میشن که یا خودم یا کس دیگه باز دست به کار میشه. اینا همه باید بدونن، همه فهمش برای همه آسونه دیگه. یا باید این زنا جمع بشه یا باید مردم ایمان و غیرتشون زیر پاشون بذارن. ولی اینو بدونن آقا که خدا میدونه این کاری که این سعید کرده، اگر حتی همین سعید رو بکشن 10 تا سعید دیگه بلند میشه. یک وقتی زنای خراب فکر نکنن که حالا مثلا او رفت و اینا براشون دست پا باز شد و حالا کف زنی بکنن و خوشحال بشن. باید فقط این را آوازونش کنن. این 16 تا این کشته 16 تا رو باید این 16 تا پدراش و شوهراشو بیان فقط این را بند به بند بگیرن جدا کنن. هر کس اندازه سهم خودش از هم پایین بگیرن، فقط هر کس یک بند اندازه 16 تیکه کنن دیگه. این باید ایجور دل مردم خنک بره. اگه نه خنک نمیره دل مردم. این باید ایجوری کشته بره. او که یک دفعه بکشن بالا که پایده نداره. او خفه بره خب لشم مثل لش سگ برن اسپر نقطه پایین دیگه او که پایده نداره. این فقط تیکه تیکه کنن که هنوز زنده زجری که بی زن آمده ده زجرش بکشه. آیا این زن سرصدا نکرد، این دستبال نزد، این زنه که تو با تناب بگیری ببندی بکشی خفه کنی این زن نبرداری، اونا دستبال نزدن، اونا التماس نکردن لامصد پیش تو. و حتی وقتی که گفتگومون تموم شد برگشت به من گفتش که با یه پوزخند خیلی خاصی گفت راستی خانم کریمی میدونید اولین کسی که کشتن فامیلش کریمی بود؟ خیلی تکون دهنده بود. کسی که بعد از گذروندن تمامی اون دوران زندان و محاکمه و تمام برخوردهایی که با یک قاتل میتونه بشه، تمام اونها رو پشت سر گذاشته، هنوز به کشتن آدم ها افتخار میکنه و فخر میفروشه بابت اینها و به نوعی به طرف مقابلش این رو القا میکنه که تو میتونی یکی از قربانیان من باشی. ما گفتم قبلا عنوان کردیم حالا اشاره که وصیت‌نامه هم که می‌نویسم چیز بشه، دوست دارم برای که ما خودم وجودم برای مملکت گذاشتم اعضای بدنم بدون مثلا کلیه‌امه برای افراد کلیوی که الان واقعا در عذاب هستن. اگه قرار من از این دنیا برم اعضای بدنم بدم به اون مریضایی که احتیاج دارن. خب نحوه مرگتون میخواید چه جوری باشه؟ نحوه مرگم دوست دارم که فقط در حالی که بیهوش باشم که به حساب اعضای بدن در میان دیگه، بعدم که دیگه رفتم دیگه. اگه نه که مثلا اگه تنابم بشه مشکل ندارم، 2 دقیقه خودم دیدم دیگه، جون دادن دیدم دیگه.
الان تو مدرسه هیچ کدوم از بچه‌ها میدونن که چه اتفاقی افتاده برای مادرتون؟ نگفتم بهشون. چرا نمیگی؟ مسخره میکنم. خجالت میکشی؟ بله. فکر میکنی بزرگ شدی برای کسی تعریف کنی اینا؟ تو کتاب نویسم. تعریف کنم خجالت میکشم تعریف کنم. این الان برای تو حکم اعدام صادر کنن چیکار می‌کنی؟ هیچ، خوشحال. از چی خوشحال؟ از بدبختیام خوشحال میشم دیگه که زودتر این بدبختی‌ها تموم شده. من خودم به قاضیم گفتم امروز بهتر من سنگسار کنید تا فردا بیشتر آبروم نره. هیچی ندارم، نه خونه دارم، نه پدر دارم، نه مادر دارم. کی من نگم داره؟ باز باید اتو بزنم برم شب خونه پسر بخوام.